سلام، چطورین؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. تو این قسمت اومدم راجع به خوبی‌ها و بدی‌های فضای مجازی باهاتون صحبت کنم. همونطور که میدونید فضای مجازی شده جزوی از زندگی ما، یعنی یه چیزیه که واقعاً خیلیامون نمیتونیم ازش جدا بشیم و خیلی وابسته ایم. حالا بریم ببینیم خوبی و بدیاش چیه. یکی از خوبی‌های فضای مجازی اینه که شما همیشه کانکتین به دیگران. حالا میتونه دوستاتون باشه، خانواده‌تون باشه یا حتی از نظر کاری و اینا باشه. مثلا شما توی کشور دیگه اید، به راحتی میتونید با خانواده‌تون که حالا مثلا داخل ایرانه یا جاهای دیگه هستن ارتباط برقرار کنید، یا همچنین با دوستاتون و یا با محل کارتون. یکی دیگه از خوبیاش اینه که شما همیشه به اخبار دسترسی دارید و هر اتفاقی که میفته به راحتی میتونید خبردار بشید و راجع به اون اخبار بخونید. گزینه سوم اینه که واسه برندهای شخصی، مثلا مثل آنلاین شاپایی که توی اینستاگرام وجود داره، به راحتی میتونید فروش داشته باشید، مشتری خودتون رو پیدا کنید و از اینجور چیزا. گزینه 4 که تقریبا مثل گزینه قبلی میمونه، اینه که شما میتونید موقعیت‌های شغلی زیادی رو بسازید و یا پیدا کنید و حتی به اونها ملحق شید برای کار کردن، مثلا مثل پلتفرم‌هایی مثل لینکدین یا چیزای دیگه. گزینه 5 از خوبیاش میتونیم به این اشاره کنیم که خیلی ساده است و در دسترسه. مثلا شما اینستاگرام، فیسبوک، توییتر خیلی ساده میتونید ازش استفاده کنید و به هر چیزی دسترسی داشته باشید به راحتی. مثلا راحت میتونید ویدیو کال کنید، وایس بدید یا حتی تماس بگیرید با کسایی که دوست دارید. و خب همیشه همراهتونه دیگه، به راحتی توی گوشه موبایلتون نصب میشه و همیشه همراهتون هست. گزینه 6 اینه که شما خیلی راحت میتونید چیزایی که نمیدونید رو یاد بگیرید. مثلا داخل یوتیوب شما یه موضوع رو میخواید سرچ کنید که بلد نیستید راجبش، مثلا میخواید یه گوشی بخرید، نمیدونید چی بگیرید و یا خیلی چیزای دیگه، میتونید راحت خیلی تحقیق کنید و اون اطلاعاتی که میخواید رو به دست بیارید. گزینه 7 که خیلی از ماها بیشتر به این جهت ازش استفاده میکنیم برای سرگرمیه. مثلا تایم خالی داریم، حوصله‌مون سر رفته، میریم داخل اینستاگرام تو اکسپلور میگردیم و یا داخل یوتیوب ویدیوهای مختلف میبینیم، شورت‌های یوتیوب رو میبینیم و خیلی از این کارهایی که میتونیم به راحتی توی وقت آزادمون انجام بدیم و یا وقتی که حوصله‌مون سر رفت. گزینه 8 تقریبا وصل میشه به همون اخباری که راجع بهش صحبت کردیم. مثلا یه جایی از دنیا مردم اعتراضات میکنن و ما به راحتی میتونیم ببینیم این اعتراضاتو و یا حتی بهشون کمک کنیم و اطلاع رسانی کنیم. مورد 9 اینه که شما مثلا توی اسکیلی خیلی وارد هستید، یعنی یه چیزی رو خیلی خوب بلدید و به بقیه میتونید یاد بدید. مثلا داخل آشپزی خیلی خوبید، داخل ساز زدن و یا هنرهای دیگه مثل نقاشی و یا چیزای دیگه به راحتی میتونید به مردم یاد بدید، مثلا استریم کنید یا ازش ویدیو بسازید و مردم از شما یاد بگیرن و از طریق اون هنرتون خیلی بتونید معروف بشید و از اینجور چیزا. مورد 10 از پوینت‌های مثبتش اینه که واسه کسایی که دانشجو هستن یا دانش آموزن خیلی کاربرد داره، چون سرچ میکنن، تحقیق میکنن و امثال این چیزها رو میتونن به بقیه هم حتی یاد بدن. خب حالا میریم سراغ نکته‌های منفی و چیزهای منفی که فضای مجازی مثل اینستاگرام، فیسبوک یا توییتر برای ما داره. اولین مورد اینه که شما خیلی حواس پرتی میگیرید و اون کاری که باید تو دنیای واقعی انجام بدید رو بهش نمیرسید. چرا؟ به این خاطر که مثلا میرید داخل اینستاگرام تو اکسپلور میگردید، میبینید ساعت‌ها گذشته و اون کاری که اصلا باید انجام میدادید رو بهش نرسیدید و حتی فراموش کردید. مورد دوم که به نظرم خیلی مهمه اینه که اطلاعات غلط خیلی توی فضای مجازی هست. مثلا اخبارای فیک توی فضای مجازی خیلی پخش میشن. یکی میاد یه ویدیویی میسازه راجع به یه موضوعی که اصلا اون اشتباه یا حتی اصلا شاید وجود نداشته باشه، ولی مردم میبینن، باور میکنن، واسه همدیگه میفرستن، همدیگه مسیج میدن که آقا دیدی چی شد، چه جوری شد، این اتفاق اینجوری افتاد و اینا. مورد سوم تو نکات منفی اینه که شما پرایوسیتون رو از دست میدید و مردم میتونن از اون پرایوسی و اطلاعاتی که گذاشتید به راحتی استفاده کنن و ازتون به قولی اخاذی کنن. مورد 4 توی نکات منفی اینه که به جای اینکه رابطه‌های سالم و معنیدار رو توی دنیای واقعی بسازیم، تو فضای مجازی میسازیم. مورد 5 اینه که شما خیلی اعتیاد پیدا میکنید و به فضای مجازی، مثل همون مورد یکی که بهتون گفتم، شما ساعت‌ها میگذره و اصلا هیچ چیزی توی دنیای واقعیتون ممکنه انجام ندید و حتی توی رابطه دنیای واقعیتون و بیرون از فضای مجازی خیلی تاثیر بذاره. مورد 6 اینه که از شما سوء استفاده میشه و حتی شما رو مسخره میکنن، به تمسخر گرفته میشید و
استفاده هایی ازتون میکنن که ممکنه شما رو اذیت کنه و حتی به شما زور بگن. مورد هفتم اینه که شما اگه زیادی از فضای مجازی استفاده کنید ممکنه که توی دنیای واقعیتون خیلی از ارتباطات رو نتونین بگیرین و انقدر غرق شدین تو فضای مجازی که وقتی بیرون میرید حتی با کسی نمیتونید صحبت کنید و از جامعه خیلی دور میشید. مورد هشتم از نکات منفی اینه که باعث افسردگی میشه. حالا مثلا چجوری بخوام واسهتون مثال بزنم اینه که یکی تو فضای مجازی یه عکسایی از خودش میذاره که خیلی پرفکته، خیلی بدن خوبی داره، خیلی صورت خوبی داره، پوست خوبی داره، ولی اینا اکثرا افکته و در واقع همون لحظه طرف چون خیلی خوب بوده عکسو گذاشته و کلی ادیت زده و اینا و این باعث میشه شما اون عکسو ببینید و افسردگی بگیرید، اعتماد به نفستون بیاد پایین و از خودتون به قولی بدتون بیاد. مورد نهم اینه که شما مثلا یه سلفی خیلی فوق العاده از خودتون میگیرید و کارهایی رو انجام میدید که بتونید کامنت و لایک بگیرید. مثلا یه سری چیزا رو میذارید صرفا فقط برای اینکه لایک بگیرید، کامنت بگیرید و حال کنید و این خیلی چیز بدیه. مورد دهم که باز یکی از موردهای خیلی بده اینه که اخاذی زیاده. مثلا شما از یه آنلاین شاپی خرید میکنید، پول واسش واریز میکنید و اون آنلاین شاپ نه خبری ازش میشه نه واسهتون اون چیزی که سفارش دادید رو میفرسته و کلا باعث اسکم شدن میشه و باعث اخاذی میشه. حالا اینا یه سری پوینت‌های مثبت و منفی فضای مجازی بود و اینکه این بیشتر بستگی به خود ما داره که چجوری استفاده کنیم، از اون پوینت‌های مثبتش بتونیم استفاده کنیم که خب ممکنه خیلی کمکمون کنه و یا ممکنه ناخودآگاه پوینت‌های منفیش هم بیاد سمتمون. و اینکه اگه بخوایم نتیجه بگیریم در کل استفاده ازش خوبی‌ها و بدی‌های خودشو داره. یعنی هر چیزی شما بهش اعتیاد پیدا کنید قطعاً بده، چه فضای مجازی باشه چه کارهای روزمره باشه. خیلی از چیزا بهش شما اعتیاد پیدا کنید خیلی بده. حالا نظر شما چیه؟ به نظرتون فضای مجازی در کل خوبه یا بده؟ واسه هم تو کامنت‌ها بنویسید. اگه دوست داشتید لایک کنید، سابسکرایب کنید. خیلی خوشحال میشم. تا ویدیو بعدی میبینمتون. خیلی مخلصم.